بسم الله الرحمن الرحیم. سوره واقعه، سوره توانگری. سوره واقعه سوره است که در حوزه دین شناخته شده است به اینکه موجب توانگری و ازدیاد روزی می‌گردد. می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه، آن هنگام که روز قیامت و روز حساب رسی واقع می‌گردد. لیس لوقتها کاذبه، روزی که در به وقوع پیوستن آن و در واقع شدن آن هیچ تردیدی نیست. خافضة الرافعه، روزی که در آن صاحبان رفعت و بزرگی خود را از دست می‌دهند. روزی که محرومان از بزرگی دارای مکنت و بزرگی می‌گردند. اذا رجت الارض رجا، زمانی که زمین این زمینی که سخت و سفت و محکم به نظر می‌رسد به لرزه در می‌آید. بست الجبال بسا، و کوه‌های با عظمت همگی خرد می‌شوند. فکانت هباء منبثا، خرد می‌شوند به سان غبار، انگار که هیچگاه وجود نداشتند. و کنتم ازواجا ثلاثه، در آن زمان آدمیان در 3 گروهند. اصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة، انسان‌های خوشبخت. اصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، انسان‌های نگونبخت. السابقون السابقون، انسان‌های ممتاز. سبقت، گیرندگان در خیر و نیکی، همانها که اولئک المقربون، همانان که در نزد خدا از همه آدمیان پیشتازترند فی جنات النعیم. ایشان از لطف خداوند بهره مندند. ثلة من الاولین و قلیل من الاخرین، بسیاری از ایشان از جمله بندگان دوره‌های اولیه تمدن می باشند و تعداد کمی نیز از پسینیان خواهند بود. علی سرر موضونة، متکئین علیها متقابلین، در کنار یکدیگر خوشحالند و در جایگاه‌هایی پر از خیر و برکت مورد لطف پروردگار خویشند. یطوف علیهم ولدان مخلدون باکواب و اباریق
حسب معین. از هر نوع نعمت آرامش و آسایشی برخوردارند. خداوند تمام الطاف خود را برای ایشان در نظر گرفته بدون اینکه کوچکترین نقصی برای ایشان وجود داشته باشد. فاکهة مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون. برخوردار از نعمتهای بی‌نظیر همسران شایسته و همنشینان والا مقام، و این نعمتها برای این است که جزاء بما کانوا یعملون، هموار خود را در مسیر پروردگار قرار داده بودند. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. در نزد خداوند جز خیر برکت چیزی نمی شنوند و نمی گویند. و اما دسته دیگر از آدمیان در روز حساب انسانهای شایسته و نیکوکارند. ایشان نیز برخوردار از نعمتهای الهی در جوار رحمت حق در کمال آرامش به رشد و تعالی خود ادامه می‌دهند. و ایشان نیز بسیاری از گروه انسان‌های پیشین و بسیاری نیز از گروه انسان‌های پسین و یا به اصطلاح آخر الزمان میباشد. و این دلالت بر این دارد که در آخر الزمان نیز با وجود تمام سختی ها انسان میتواند در دل در گروه پروردگار عالمیان قرار دهد و به سعادت ابدی نائل گردد. و اما دسته سوم از انسان ها در روز قیامت اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، انسان هایی که به دور از لطف و مرحمت پروردگار قرار دارند. خداوند در جزای بدکرداری ایشان را از نعمتهای خود دور ساخته و سختی و مشقت بدکرداری ایشان دامن ایشان را گرفته است. انهم کانوا قبل ذلک مترفین. و کانوا یصرون علی الحنث العظیم. ایشان همان کسانی هستند که شکرگزار نعمتهای الهی نبودند و از نعمتهای الهی در راهی غیر از پروردگار عالم
همواره از نعمتهای الهی در مسیری غیر از مسیر پروردگار استفاده کردند. و خداوند بزرگوارتر از آن است که بنده ای را بدین دلیل و به این خاطر که صرفاً به تعداد محدود دفعاتی از مسیر او دور شوند مؤاخذه نماید، بلکه اینان کسانی هستند که آگاهانه بر سرکشی خود اصرار نمودند و اظهار داشتند و خیال کردند که هرگز پاسخگوی اعمال خود نخواهند بود. و چنین پنداشتند که انسانها در این جهان بیهوده به سر میبرند، در صورتی که اینطور نیست و آدمیان روزی همه در پیشگاه خداوند عزوجل پاسخگو خواهند بود. کسانی که در وهم عدم پاسخگویی به پروردگار زندگی گذراندند نتیجه اعمال خود را با مشقت فراوان خواهند دید و این همان روز رستاخیز است. آیا انسان نمی نگرد که خداوند چگونه او را از هیچ آفرید و چه کسی غیر خداوند می تواند از هیچ انسانی بدین شمایل و بدین گونه خلق نماید؟ انسانی که باید بداند نحن قدرنا بینکم الموت روزی پاسخگو خواهد بود و هیچگاه و هیچ کس، هیچ انسانی از خداوند پیشی نتواند گرفت. این پروردگار است که همواره میتواند دست به خلقتی جدید زند و از آدمیان بی نیاز است. آیا انسان نمی بیند که چگونه محصولات و نعمتهای الهی از زمین رشد می کنند و به ثمر می رسند؟ چه کسی به این موجودات بیجان جان می دهد؟ این در صورتی است که اگر خدا اراده کند همه آدمیان را از این نعمتها محروم می نماید. انسان به آبی که از آن استفاده می کند نمی نگرد، آبی که بدون آن زندگی وجود ندارد. این آب در عجیب ترین و در دقیق ترین حالت، عجیب ترین و دقیق ترین حالت از خلقت برای انسان از آسمان و زمین فراهم می گردد. اگر خداوند بخواهد هرگز چنین چیزی واقع نخواهد شد. و اما آتش، همان پدیده‌ای که سرمنشأ برکات بسیاری برای انسان است، و خداوند به نوعی تدبیر نموده که آتش ایجاد شده و مایه نعمت‌های فراوانی برای انسان می شود. انسان همواره از
روشنایی و گرمای آن بهره‌مند است. منشأ ایجاد این آتش خود تذکری است و دلالتی است به سوی خدای بزرگ. پس پاک و منزه است پروردگار عالمیان. و اما سوگند به جایگاه ستارگان، سوگند به کائنات عظیم. و انه لقسم لو تعلمون عظیم. و بدون شک و مخصوصا در دنیای امروز آدمیان فهمیدند که این قسم چه قسم بزرگی است. و عظمت این قرآن همین بس که آدمیان را بدین گونه به سوی خداوند بزرگ دلالت می نماید. کتابی که صرفاً هدایتی است برای اهل پاکیزگی، اهل تقوا، هدایتی است از جانب پروردگار عالمیان. آیا بیهودگی در این کتاب مشاهده می گردد؟ ابدا. و این پروردگار است که روزی موجودات را مقدر نموده. و آدمیزاد و انسان در چارچوب اوامر الهی در حرکت است. و اما مرگ به یک بار به سراغ انسان می آید. و پروردگار از همه کس و از همه چیز به انسان نزدیکتر است. و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. انسان چگونه میتواند هر لحظه شاهد مرده شدن زندگان و زنده شدن مردگان باشد و باز با این حال همواره نعمت‌های الهی را انکار نماید؟ و اما پیشتازان بندگی متنعم از نعمت‌های پروردگار خواهند بود. و خوب کرداران نیز به همین سیاق. و اما بدکرداران، آنان که روی از رحمت الهی برگرداندند، نتیجه اعمال خودشان را خواهند دید. و این سخنان هیچ شکی در آنان نیست و قطعاً واقع خواهند شد. پس بزرگ و بزرگوار، پاک و پاکیزه است پروردگار بزرگ و بلند مرتبه. صدق الله.